تهران پاس رفتی میشناختنه؟ اصلا تهران باز حرکت میکردم، من هیچ کسی نمیشناختم، ولی هی اون دست فروشی ها پسرای رو اومدن نوشایدم زاکردم آقا شما اینجا چیکار میکنید؟ عکس هم باهات میگیرن تو خیابون؟ آقا عکس میگیرن چه ماس میکنن بغل میکنن. چه حسی معروفیت؟ جان چه حسی معروفیت؟ اونا چه حسی معروفیت؟ نه تو نشون دادی اصلا چشای منو میبینن که اون شوخیای نکته های لازم را، یا اینکه بعضی آدما تو اداره میداره خواهی مالی میکنن، میگم این آقا بچه جوشون دادی، اصلا لازم نیست مدی جایی آدم یه دو تا قهوه میخوره بره خواهی مالیش بکنه. از این چیزها معروفم مثلا. حال کردی ولی معروفیتت خوبه خیلی، ولی متاسفانه یه کاری کردن یه فای بخواد پول دار بشی، یه خود سرمایه بذاره میلیارد من براش پول جمع کنم از این فیلم بازی کردم. بخصوص این فیلمو زندگی چگونه باید زندگی کنی، جهان به لحظه در بیاد، چی تو طلاق نباش. این فیلم جهان مردها طلاق اصلا معنی مفهوم نداره، چه زن باشه